سلام. امروز در رادیو پیک کلی خبر داریم براتون از مهمترین وقایع روز و مراسم‌های زنجیره‌ای تنفیذ و تعظیم و تحلیف و تشریف و تألیف و تسلیف و خلاصه هر چی که یه جوری به لیف و لاف منتهی بشه. این شما و این رادیو پیک. نفس من و جان من، غم خوش پنهان من، تو همه ی درمان من، ای من، ای اولین مراسمی که در هفته پیش برگزار شد مراسمی بود به نام تنفیذ که اصلا فلسفه وجودیش اینه که رأی ولی فقیه یه طرف، رأی کل ملت یه طرف. یعنی کلی رأی و رأی کشی رو انداختن ته خطش همه اونها بدون تنفیذ کشکم نیست. میگن در بابل باستان یک روز در سال ابله ترین فرد رو به جای پادشاه معرفی میکردن که ملت تفریح کنن. الان 38 ساله که این شوخی در کشور ما تکرار میشه. حالا تنفیذ چیه؟ هیچی. رئیس جمهور از صندوق در اومده باید بیاد تو آغوش عظما قول بده که دست از پا خطا نکنه تا اون هم ریاست جمهوریش رو به رسمیت بشناسه. بعدم دیگه صحنه‌ای بود دیگه. از یه طرف احمدی نژاد و صندلی متحرکش، مقام عظما و دژمن کردنش، روحانی و امام گفتنش، از اون طرف هم مهمون دعوت کرده بودن از نامیبیا و زامیبیا و گامیبیا و خلاصه تنها حسنش این بود که جغرافیات تو این مجلس خوب میشد. اسم خیلی از کشورهایی که تا حالا نشنیدی رو به این ترتیب میشنیدی. بعد یه نگاه که میکردی به قیافه این مهمونا، اولین چیزی که به نظرت میومد این بود که باید یه 10-15 هزار تومان میذاشیم تو جیبشون که تو مسیر برگشت گشنگی نکشن. حالا تو همون مراسم تنفیذ مقام ناقصشون یه حرف اقی هم اومدن که تا همین امروز سوژه خبر هست. معظم الله گفتن که ما زمان شاه دیکتاتوری دیدیم اما جوانای امروز دیکتاتوری ندیدیم؟ ما دیکتاتوری ندیدیم؟ از اون ورش. بله، اصلا ما نسل دیکتاتور ندیده ها هستیم. از وقتی هم که چشم باز کردیم تو ناز و نعمت و برابری و رفاه بودیم و اون بالا هم الهه های دموکراسی و آزادی بودن که پرواز میکردن تو آسمون زندگیمون. یه بارم این افتخار نصیب اون نشد که یه بار دیکتاتور رو از نزدیک ببینیم که اصلا چه شکلیه، چه رنگیه. دیگه این حجم از آگاهی و آزادی بیان دیگه دارن حالمون رو به هم میزنه. یه بار نشد یکی بیاد سانسورمون کنه، یه بار نشد به خاطر حجاب بندازنمون تو ون ببرن یه تق تو چیزی. یه دیکتاتور واقعا یه دیکتاتور چی بود که اونم نداریم ما آخه؟ یه بار نشد بریم یه سایتی رو وا کنیم فیلتر باشه، همه چی آزاد، همه چی خوشگل، همه چی باحال. وای خدا، چرا ما جوونا رو از داشتن دیکتاتورها محروم کردی؟ خدایا بفرست یه 4 تا دیکتاتور که کبود شدیم از دموکراسی. آخه خدایا در فاصله بین التنفیذ و تحلیف یه مهمون ناخونده هم مثل اجل معلق نازل شد که اسمشون بود حاجی خانم فدریکا موگرینی. بله، ایشون که یه زمانی چپ اروپایی تشریف داشتن به مدد دلارهای نفتی چفیه اروپایی بر سر کردن و اومدن به تماشای مراسم تحلیف تو دیکتاتوری ولایت فقیه و با تن دادن به حجاب اجباری آخوندها ثابت کردن که هم روسری هم توسری. بعدم با خنده های ظریف کش راهی استبل مجلس شدن و اونجا بود که حماسه سلفی بگیرها رخ داد. آقا همین که موگرینی وارد شد، همون نماینده هایی که قرار بود تو دهن آمریکا بزنن، همونایی که دم از اقتصاد مقاومتی میزدن، به ناگهان با فک‌های آویزون موبایل به دست مثل ندید بدیدا جمع شدن دور خانم موگرینی و 28 تا مفصل بدنشون رو خم و راست میکردن تا یکی عکس سلفی با خانم موگرینی داشته باشن. یعنی به بهترین صورت ممکن هم دریوزگی نظامو نشون دادن، هم وارفتگی طرف حساباشونو.
یعنی در یک کلام برای اینکه یه جنبندی از این مراسم تحلیف شما داشته باشین نیاز نیست که کل مراسم رو با سخنرانیاش گوش کنی. همین یه عکس خودش گویای همه چیزه. یعنی این عکس‌ها رو ورداری ببری به یک کشوری نشون بدی بگی اینا نماینده‌های مجلس کشور ما هستن، درجا بهت پناهندگی میدن. معلوم نبود اینی که دیروز برگزار شد مراسم تحلیف رئیس جمهور بود یا گرده آخوندی. منظورم از گرده همون جلساتیه که آخوندا جمع میشن دور هم و توش جوک میگن. دیگه آخر این هزالی و مسخره بازار اونجاش بود که شیخ فری گفت ایران برج بلند دموکراسی. ایران برج بلند دموکراسی آخه؟ یعنی چی؟ بله آقا، پس چی فکر کردین؟ اصلا ایران برج بلند مردم سالاریه. جمهوری اسلامی ساختمان رفیع حقوق بشره. تو برج بودن شکی نیست. فقط یه 2-3 تا مشکل کوچیک وجود داره که باعث شده نتونیم ما ملت هم بریم نوک این برج بشینیم. مثلا یه 30-40 ساله که آسانسورش خرابه، کسی نتونسته ازش بره بالا. اون چند نفری هم که تونستن از راپلا خودشون رو به بالای برج دموکراسی برسونن، نمیدونم چجوری شد یهو باد زد از بالای برج بلند دموکراسی پرتشون کرد وسط خیابون. یا مثلا اینکه خمینی خدا نیامرز گفته بود آب و برق مجانی میکنیم، یادتونه که ما هم قبضای برقش رو پرداخت نکردیم دیگه، برق برج دموکراسیمون قطع شده، نمیشه اصلا توش وارد شد از بس که تاریکه. خلاصه شیخ حسن، توصیه ما به شما اینه که فعلا وارد برج بلند دموکراسی نشو، چون طبق وصیت امام ما قبض آبش هم پرداخت نکردیم، الان آبش قطعه. آره نرو حسن، آب قطعه، حسن آب قطعه، آفتاب بلش کن، رفت دیگه. روحانی رو اجاقه چقدر اونجا داغه، حاجی تو دل مثل اولاغه. روحانی آقا اینقدر گیر ندین به مظفرالدین شاه که چرا هی مملکت رو فروخت و به باد داد. ما خودمون جمهوری اسلامی مزگان داریم که خیلی حرفه‌ای‌تر بلد این کار رو انجام بده. مثلا همین آخوند حسن روحانی تو ملاقاتش با اشرف غنی گفته که بندر چابهار میتونه مورد استفاده افغانستان قرار بگیره. آقا جیب ما و شما نداره که، بندر ماست، ولی شما فکر کن بندر خودتونه. اصلا بندر ما و شما نداره که حضرت عباسی اینجا رو مثل بندر خودتون بدونید. اصلا میخواین اصلا میخواین بریم سندشو بیاریم بزنیم به نامتون که احساس غریبگی نکنین؟ والا تعارف نکنین. ما همین پیش پای شما پایگاه هوایی همدان رو دادیم روسیه، خیلی هم راضی بودن. مشهد هم که دارن دادیم دست عراقیا. جزایر سگانه جنوب هم که داریم با امارات معامله میکنیم، هنوز سر قیمتش به توافق نرسیدیم. قم هم که سندش به نام انگلیسه و کلا اداره امور قم با انگلیسیاست. یه 2-3 تا استان فروخته نشده دیگه داریم، اونا رو هم که اگه مشتری پیدا کنیم زیر قیمت میدیم میره. وطنیه وطن میفروشیم. مدا بیا اینور بازار، چابهار نصف قیمت بازار، خونه دار و بچه دار، زنبیل و بردار بیار، 2 تا شهر بخر، 3 تا ببر. ضمناً موقع خرید دقت کنین، شهر فروخته شده پس گرفته نمیشه. بودو بیا اینور بازار حراجه. از این تحریما، اما یعنی گند زد به تمام تصورات خوشبینانه نظام و رویا پردازی های سپاه و نهایتاً زد زیر کاسه کوزه های سفره انقلابشون. البته مجلس همینطور که صدای خرد شدن استخوناش می اومد اعلام کرد که پاسخ تحریم های آمریکا رو خواهد داد. من همینطوری تو خماریش مونده بودم که ببینم مجلس چطوری میخواد جواب تحریم ها رو بده که یهو جواب دندان شکن مجلس کتباً رسید به دستم و برای اولین بار جواب مجلس ایران به تحریم های آمریکا رو در رادیو پیک میشنوید. میفرماید که In the name of God and امام خمینی welcome go back. Hello Mr. America. How are you خانوم بچه ها. We send answer to you because of تحریم. You are خیلی bad. You are نامرد. Why you تحریم us? Why your father kill us father پدر کشتگی? How much money give you تا بی خیال ماشی؟ If you continue تحریم این دفعه we send you فوش ناجور. و من الگاد التوفیق علی لاریجانی.
چینی ها از جون ما چی میخوان؟ چرا دست از سر ما بر نمیدارن؟ چرا از توی اقتصاد دوزاری نصف جون ما نمیکشن بیرون؟ آقا بس دیگه، خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. 99% مملکت شده جنس بنجل چینی. حالا این به کنار، بانک مرکزی داره مجوز میده بانک‌های چینی تو ایران شعبه بزنن. یعنی همین یه بانک بود که چینی نبود، اونم به لطف بانک مرکزی پاش داره به مملکت باز میشه. دیگه از فردای روزی که بانک چینی وا بشه باید چارچشمی بپاییم که یه وقت اسکناس چینی فیک بهمون نندازن. مثلا اسکناس 10,000 تومانی میبری مغازه 2 کیلو مرغ بخری، یهو 2 تا دونه تخم مرغ بهت میده. میگی چرا؟ میگه اسکناسش مال بانک چینیه. یا باید بپاییم که وام چینی بهمون نندازن. 20 میلیون تومان وام تقاضا میدی، تا وامت از چین برسه تا اینجا 2 سال طول میکشه، بعد پاکت رو وام میکنی میبینی به جای 20 میلیون 50,000 تومانه. حالا اینا هیچی، اینا رو بی خیال. فکر کن بخوای بری دم آبربانک پول نقد بگیری، هی دکمه رو بزنی پول بخوای، هی اون بگه چین چون چوا چین چون چو، هی دکمه بزن هی اون بگه چین چین چوا چین چین چو. در این قسمت از برنامه اجازه بدید که مراتب تسلیت و تأسف خودمون رو تقدیم کنیم به دانشجویان دانشگاه تهران. خدا به هممون رحم کنه، چون قالیباف اعلام کرده بعد از اینکه از شهرداری تهران شوتش کردن بیرون میخواد بیاد دانشگاه تهران تدریس کنه. بله، خلاصه اینکه دانشجو تسلیت. فقط منتظریم ببینیم که سردار قالیباف بعد از ورودش به دانشگاه تهران دقیقاً قراره تو چه رشته‌ای تدریس کنه. قاعدتاً باید رشته‌ای باشه که توش استاده دیگه، مثلا رشته زمینشناسی، گرایش زمینخواری حرفه‌ای، یا رشته مدیریت، گرایش مدیریت جهادی. نه رشته صنایع دستی، گرایش ساخت باتوم. شایدم رشته آب و فاضلاب، گرایش لوله و گازنبر، یا رشته برق، گرایش بازیابی زباله، یا رشته صنایع غذایی، گرایش پر کردن یخچال. ای خدا چقدر این تخصص داره، بی دلیل نیست داره میره دانشگاه تهران ها. فقط کاش قبل از اینکه وارد دانشگاه تهران بشه یه مرد پاشه بره جلوش توجیهش کنه که ببین این ساختمونا 50 ساله که دانشکده است، یه وقت تراکمشو نفروشی جای دیگه. اینا هم که سر کلاست نشستن دانشجوان، یه وقت با موتور از روشون رد نشیا. خلاصه از ما گفتن بود. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. خب بریم یکم از برکات نظام و انقلاب براتون تعریف کنم. تو روزنامه خوندم که یک کارشناس مسکن گفته هر فرد برای خرید خونه 120 سال باید پسنداز کنه. 120 سال ناقابل. نخور و نپاش و جمع کن تا بلکه با پسندازت یه خونه بتونی بخری. بابا یه دونه از این شکلات‌ها برام میخری؟ نه پسرم، دارم پسنداز میکنم خونه بخری. بابا یه دونه از این موبایل‌ها واسم میخری؟ نه پسرم، دارم پسنداز میکنم خونه بخریم. پدر پول میدی که بتونم تشکیل خانواده بدم؟ نه پسرم، دارم پسنداز میکنم خونه بخریم. پدر جان مقداری پول به من قرض میدی بدهی بانکمو بدم؟ نه پسرم، دارم پسنداز میکنم خونه بخریم. پدر جان، پدر خوب من، چه زود از میان ما رفتی. خدا رحمتت کنه. کاش قبل رفتنت یکم پول میذاشتی خرج کفن و دفنت کنیم. نه پسرم، دارم پسنداز میکنم خونه بخریم. کنار خونه ما همیشه سبززاره، دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. دل وقتی مهربونه، شادی میاد میمونه، خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه. خونه مادر بزرگ 1000 تا قصه داره،
خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره. خب دوستان، ما و شما و لحظات پایانی برنامه و حرفی برای گفتن باقی نمیمونه جز یک هدیه ویژه از شاعر آزاده ایرج جنتی عطایی. چراغ میکشی و ماهتاب میروید، ستاره میشکنی آفتاب میروید. گلوی گل چه فشاری به پنجه بیداد، که یک بهار گل از این گلاب میروید. به تازیانه چه بندی خروش دریا را، که کوه موج ز هر قطره آب میروید. ز خشم خنده یاران به چهره جلاد، هراس رعشه‌ای از اضطراب میروید. ز نعره‌های شقایق به باغ بیباران، بر آسمان سترون شهاب میروید. به بطن تفته شب این سیاهی ساکن، چه سیلواره‌ای از صبح ناب میروید. بر این کویر برهنه ببار خونم را، که سرخ جنگلی از التهاب میروید. به دستهای چو فریاد سرخ تا خورشید، هزار پرچم پر پیچ و تاب میروید. ردای سرخ رفیقان به دوش شهر افتاد، ببین چه قامتی از انقلاب میروید.